از اینجایی که الان برای فصل بهار اوورال خیلی ترنده، اومدم این اوورال زیبا رو با هم دیگه الگوکشی ژورنال خانیش انجام بدیم. اول از همه من بیس الگومو تمام جلو به دست آوردم، یعنی 2 بار از الگوی جلوتون باید داشته باشین. چرا؟ چون یک سمت کار کوتاه‌تره و یک سمت کار دیگه‌مون بلندتره. بیس یقه انگلیسی من اندازه‌های دلخواهی که خودم طراحی کردم براتون گذاشتم، ولی باز هم شما با هر روشی که دوست داشته باشین میتونید یقه انگلیسیشو طراحی کنین. بعد برش عصایی انجام دادم. برش عصایی چون خودم اوورالم یه مقدار اندامی‌تره لقی گرفتم. لقی‌های پیکره رو بچه‌ها حتما باید توی اوورال ها شما انجام بدین، حتی اگه خیلی هم چسبون نباشه. و بعد اومدم روی اوورال شلوارم، الگوی بیس شلوارم که تو پست قبلی بهتون آموزش دادم و رسمش کردم. از سمت پهلوها 5 سانتی رفتم بالا، خط پنس اوورالم با پنس شلوارم رو یکی کردم و تو قسمت پشتم دقیقاً این کار رو اجرا کردم. حواستون باشه که باید پنس‌ها حتما با هم دیگه یکی باشه و لقی پیکره برای اوورال ها یادتون نره، وگرنه قسمت پهلوهای اوورالتون کیس